همون تاجیکی که در نوارش رو در مسکو دیده ایستاده، روسی حرف زدن نمیتواند، نمیدونه چیکار کرده است. این کادری حزب خلق دموکراتی است. این کادری امام علی رحمان است. در مکتب و مدرسه و مسجد امام علی رحمان تربیت یافته است. من باور دارم که حاضر امام علی رحمان با تمام دستگاه شروع میکند با آن که انا ببینید نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه های اسلامی، مسجد و مدرسه این رو تربیت کردن. نه، این رو شما تربیت کردید. اگر ما تربیت میکردیم، اون وقتی که ما تربیت میکردیم در تاجیکستان بودیم، از تاجیکستان غیر از همون گروه هایی که در اول صلح از بدنه ما کندن و در افغانستان موندن، اونها جایشون دیگر. اما یگان نفر، چند نفر از تاجیکستان رفت با اون گروه ها تا سال 2012 و 13 پیوست. از سال 2000 10 سال 12 سال تا پروتکل شومی بدبخت ملت سوز 3220 شما که با امضای امام علی رحمان قبول کرده شد، چند تاجیک در کشورهای خارجی میرفت به این شکل عمل تروریستی انجام میداد. یگان نفر غیر از همون گروهی که صلح را نپذیرفتند و در همونجا ماندند. امروز چند تاجیک است؟ تاجیک‌ها چیکار کرده ایستادن؟ این را کی تربیت کرد؟ این را شما تربیت کردید.